به نام خداوندی بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز جمعه است. روزی سید جمعه به همه شما مبارک باشد. خواستم در این روز یک عمل را با هم انجام بدهیم با قدر توانایی کسی که قدرت دارد. یکی از برادران که بیماری بستری است از ما کمک طلب کرده است برای توابت خود. کسانی که قدرت دارند و می توانند کمک مالی رسانند، مرحمت این نوار را تا آخر تماشا کرده در کرته بانکی این برادر مبلغ‌های خود را گذرانید و این را بدانیم که هر کمکی که ما به این محتاجمندان می رسانیم روز قیامت ثواب آن به ما برگردانیده می شود. و در آخر دعا می کنیم که خداوند به همه بیماران شفای عاجل نصیب بگرداند و خیر سخاوتمندان را به درگاهش قبول بگرداند. آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، پدران، مادران، اکاهان، دادران، اپاهان، خواهران، همه شما را به در آمدن عید سعید تبریک مبارک باید. خدای سبحان عمر دراز و تن صحت و سلامتی کل مهاجران نصیب و روزی بگرداند. برادران مهاجر انشاءالله بریزاگی خداوند 10 روزگی بود شده سادت. مقصد که یک دو برادر پیدا شد که با ما کم دستیاری میرسانیم. دیگر برادرانی که دستیاری رساندن قسم بر خدا در می 10 روز قریب 5-6 هزار سوم از خود شدگی. اگر بتوانید دوباره دستیاری کمکی خود را رساندن، من از شما میندار هستم. یعنی که بالانگیش نمره تلفن من تنگیش نمره کرتا سجینید کردگی. فقط در نمره تلفن وقتی که زبربنک مسکو که شما در آمدید، زبربنک مسکو که در آمدید اسخط میدونید، بانگای اسخط، بانگی اسخط که در آمدید نمره تلفن من میزنید. پیلوس 992 933 23 23 81 مبرای والیف ایدیبک حبیبلویچ. اگر فامیل و نام برامد والیف ایدیبک حبیبلویچ میتوانید همون کارتا پرتوین. اگر نتوانستین فامیل و نام قطیرایی کنید، التماس دوباره دستیاری خود را برسانید. خداوند سربلند و آباد و بگردان. از همه مهاجران من میندار هستم.